سرخط مهمترین خبرها: هلاکت 2 نفر در زنازنی گروهی مهاجران در روسیه. برای قبول کودکان به صنف 1 پول ندهید. دعوت مقامات از ساکنان. نگرانی ساکنان کولاب از بانکمات‌های بی پول و کورنوشویان. روز بخیر بیننده های عزیز، امیدوارم خوبید و نوید بامدادی رو تماشا دارید که از دوشنبه تقدیمتان می شود. امروز 2 آگوست است. شب 31 ایول با 1 آگوست سال جاری در یک زنازنی گروهی بین مهاجران در شهر چیخوف ولایت مسکو 2 نفر کشته شدند. در این باره خبرگزاری تاس از قبل خدمات مطبوعاتی سرریاست وزارت کارهای داخلی روسیه در ولایت مسکو اطلاع داده است. به نوشته این رسانه بین گروهی شهروندان مناقشه سر زده. در جریان آن 2 نفر از ضرب کارد جراحت برداشتند و از زخم‌های گرفته‌شان در جای حادثه به هلاکت رسیدند. تا این دم مفتشان شخصیت یکی از ففتیده‌ها را معاین کردند. خبرگزاری نیوز روم نوشته است که او زاده 28 ساله تاجیکستان بوده است. شخصیت مهاجری دیگری کشته شده حالا معلوم نیست. روز 1 آگوست نزدیکان یکی از گمانبران در قتل 2 مهاجر به رادیو آزادی حادثه را تصدیق کرد، ولی گفت بعد حادثه دیگر از این نفر خبر ندارد چون تلفنش خاموش است. مناقشه در قهوه‌خانه آغاز یافته، سپس هر دو طرف در کوچه واخوردند. معلوم نیست سبب دقیق این جنجال و زنازنی چی بوده است. مقامات پلیس گمانبران در کشتار را جستجو دارند. پس از رخ دادن این حادثه، ریاست منطقوی کمیته تفتیش را درباره آدمکشی پرونده باز کرده است. ریاست معارف شهر دوشنبه با نشر یک اعلان تاکید کرده است که قبول حجت کودکان صنف 1 به مکتب‌ها رایگان بوده، طلب مبلغ غیر قانونی است. این نهاد نوشته است که در حالت طلب نبودن مبلغ از جانب مسئولان مؤسسه‌های تعلیمی شهر دوشنبه، والدان کودکان از آنها رسید برای پرداخت مبلغ طلب نمایند و یا به نهاد مسئول شکایت برند. مسئولین این نهاد گفتند اعلان مذکور تنها برای پیشگیری از آگاه نمودن والدان انتشار شده است. همه سال در موسم قبول خوانندگان به صنف 1 شکایت‌ها در مورد طلب مبلغ از جانب مسئولان بعضی مکتب‌ها رسانه‌ای می‌شود. امسال نیز در شبکه‌های اجتماعی از جمله در فیسبوک این موضوع هم بحث می‌شود. همه چیزی که می‌خواهند و می‌خواهید در اینجا هست. تازه ترین اخبار، گزارش‌های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی. زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگشت زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید. برخی ساکنان شهر کولاب شکایت دارند که اکثر ترمینال ها کورنوشویان هستند یا پول نقد ندارند. مسئولین بانک ها دلیل این مشکل را به آن ربط می‌دهند که تعداد مشتریان آنها که کارت های پلاستیکی دارند زیاد شده است. شکایت ساکنان و نظر مقامات را در این موضوع همکاری ما محمود جان رحمتزاده شنیده است. هر روز میتوان ساکنان کولاب و گرد و اطراف آن را دید که در نزد ترمینال های بانک ها جمع می‌شوند. اکثر ترمینال ها کورنوشویم یا پول نقد ندارند. مسئولین بانکی دلیل این مشکل را افزایش روزافزون دارندگان کارت های پلاستیکی می‌دانند و میگویند از جمعیت 2 میلیون نفره منطقه قریب 373,000 نفر دارای کارت های پلاستیکی هستند. برای رفع این مشکل انتقال به پرداخت غیر نقدی از اول ماه آگوست آغاز می شود و هدف آن کم کردن ازدحام جمعیت در نزد ترمینال ها است. با این حال مقامات اعتراف میکنند بسیاری از ساکنان هنوز پرداخت های غیر نقدی را ترجیح میدهند. مشکل در یک جا دیده می شود که خیلی ما اهالی برای استفاده برای همون چون قدر تلاش نمیکنیم. یعنی که از هنگام خریدمان از نقطه‌های سهمگاه، یعنی که تلاش برای که توسط کارت پرداختی بانکی که در دست ما هستند میتونه که به همون ما پرداخت کنیم، یعنی که خریدمانه ما هم قدر تلاش نمیکنیم. همشون فعال هستند. در حال حاضر 90 ترمینال برای پرداخت‌های غیر نقدی در منطقه کولاب نصب شده است. شرکت‌های دولتی آمادگی خود را برای پذیرش پرداخت‌های غیر نقدی اعلان می‌کنند. اما راهبران میگویند آماده نبودن ساکنان ممکن است در آغاز مشکلات پیدا کند. فقط ما در مشکلی فقط قطعی مردم مشکلی است که ما در آینده باید کار کنیم. این وظیفه ما مردم آماده نیست. برخی ساکنان کلانسال میگویند که در استفاده سیستم نو پرداخت مشکل دارند، ولی بانکداران میگویند که مردم باید به این نظام دیگر عادت کنند. محمود جان رحمتزاده، آزادی، کولاب.
بیننده‌های عزیز، در محلی که شما زندگی میکنید چنین مشکل هست، حتما به ما نویسید. در یک شبانه روز اخیر در روسیه تلاش شده است 12 کمیسریات حربی را آتش زنند. کوشش‌ها برای آتش زدن военкомат یا مرکزی سفربری به ارتش در منطقه‌های گوناگون روسیه از جمله سنت پتربورگ، قزان، اومسک، کالوگا و پادولسک ثبت شده است. در این باره رسانه و شبکه‌های تلگرامی روسیه خبر دادند اکثر آنهایی که با گمانی آتش زدن کمیسریات حربی بازداشت شدند زنان بودند. با گفته گمانبران آنها را به این کار افراد مجبور نموده است که گویا خود را کارمند مقامات انتظامی معرفی کردند. بنا به نوشته خبرگزاری روسی فانتانکا در سنت پتربورگ برای آتش زدن کمیسریات حربی علیه یک مرد دیگر پرونده شدند. گمانبر که حالا در بازداشت است راننده یک شرکت ساختمانی بوده است. بعد از حمله روسیه به خاک اوکراین در ماه فوریه سال 2022 و سفربری به جنگ موردهای آتش زدن کمیسریات‌های حربی زیاد شد. در یک سال گذشته در روسیه 77 مرتبه تلاش شده است که کمیسریات‌های حربی را آتش زنند. در این باره از دادگاه حربی حوزه مرکزی خبر داده تاکید کردند که چنین حالت‌ها همچون حمله تروریستی دانسته شده برای آن به گمانبران تا 10 سال محرومیت از آزادی تهدید می‌کند. در ولایت قرغنده قزاقستان 12 کودک از مواد نامعلوم زهرآلود شده و در بیمارستان بستری شدند. خدمات مطبوعات حکومت قرغنده خبر داد که یکی از کودکان جان باخته، 6 تن دیگر در شعبه احیاگری قرار دارد. طبق اطلاع خدمات 30 ایول در مرکز خدمترسانی‌های مخصوص اجتماعی ولایت نخست 2 کودک خود را بتیز کرده است. یک روز پس وضع 10 کودک دیگر نیز بد شده است. آنها را هم بستری نمودند. یکی از کودکان صرف نظر از کوشش طبیبان جان باخت. افسوده است منبع. در حال حاضر معلوم نیست که کودکان از چه زهرآلود شدند. مدیر مرکز را موقتا از مقام برکنار کردند. برای تحقیق حادثه کمیسیای مخصوص تشکیل شده است. بخش یک روزی تاریخ تقدیمتان می شود که مهمترین تحولات تاریخی 2 آگوست را فرا می گیرد. 2 август 2 августи соли 2010 ширкати русӣ нашараша эълон кард ки аз идомаи ба саҳнагузории нақши Равшан ва Ҷамшуд ки ишора ба намояндагони муҳоҷирони тоҷик дар Русия шумурда мешуд даст мекашад. танзҳои нашараша аввалин бор дар соли 2006 ба намоиш омада махсусан нақшҳои Равшан ва Ҷамшуд ба хотири таҳқиромез буданашон эътирози зиёди шаҳрвандони Тоҷикистонро ба миён оварда буд. 2 августи соли 2010 баъди 10 соли талошҳои Тоҷикистон ЮНЕСКО ёдгории таърихии Саразм дар Панҷакенти Тоҷикистонро ба феҳристи мероси ҷаҳонии фарҳангӣ ворид кард. шаҳраки Саразм ки исмаш аз ибораи сари замин сохта шудааст дар қарнҳои пеш аз милод сохта шуд. 5000 сол умр дидааст ва таҷассумкунандаи робитаҳои фарҳангии мардуми мухталиф дар Осиёи марказӣ мебошад. бонки миллии тоҷикистон қурби сомониро дар баробари асъори хориҷӣ барои имрӯз чунин таъин кардааст. 1000 рубли русӣ нисбат ба рӯзҳои гузашта бетағйир монда ба 119 сомонӣ баробар аст. шумо навиди бомдодиро тамошо кардед ки бо охирин хабарҳо тақдиматон шуд. агар шумо ҳам назару пешниҳоде доред ҳатман ба мо нависед. рӯзи хуш дошта бошед. то дидори дигар, худо нигаҳдор.